داستان عجیب غریب سنگ قبر ناصرالدین شاه. وقتی ناصرالدین شاه رو ترور کردن همه غافلگیر شدن و قبلش هم هیچ بنای یادبودی براش در نظر نگرفته بودن. تو این روزگار شهرت استاد عباسقلی از حجاران بزرگ یزد سبب شد تا درباریان قاجاری اونو برای ساخت سنگ قبر ناصرالدین شاه انتخاب کنن. استاد عباسقلی هم 4 سال از عمرش رو صرف ساخت این سنگ قبر مرمرین کرد. سنگ قبری با شمایل شاه و تزئینات دورش در 2 متر طول و 1 متر و خورده عرض، 60 سانت هم ضخامت داشت. روایت‌هایی هست که میگن در بین راه یزد تا تهران چند نفر به دلیل تحمل وزن سنگین سنگ کشته شدند و در روایت‌های دیگه هم گفته شده که بعد از رسیدن سنگ به تهران مظفرالدین شاه به استاد عباسقلی فقط 100 تومان دستمزد داده که رقم بسیار ناچیزی بوده برای 4 سال کار و زحمت. بعد از انقلاب اسلامی هم آیت الله خلخالی زمانی که داشته مقبره رضا شاه رو تخریب می‌کرده دستور داده سنگ قبر ناصرالدین شاه از اونجا بکنن. میگن یه چند نفر اهل فن مانع تخریب سنگ میشن و میبرنش و تا مدت‌هایی هم خبری ازش نیست تا اینکه در اوایل دهه 70 که کاخ موزه گلستان بازگشایی میشه این سنگ بعد از مدت‌ها به نمایش برای عموم در میاد.